هنگ کنگ بخی مرد یادی آب و هوای بریزبین و جاکارتا آورد. شیرچایش دقیقاً شیرچای از موریه. خب عزیزان دوتر جایی آمدیم که کل هنگ کنگ تقریبا از اینجا دیده میشه. خب عزیزان رسیدیم در هنگ کنگ سیتی. همزو خاطر ما سیدنی برای چکر، برای زندگی نه، برای چکر فیوریت سیتی ماست دیگه آخر رسیدیم سری خاگی استاد بزرگ ایپ من. چقدر اینجا بسای دو منزله زیاد داره. او تر دیگه دو روز میرسه فامیلی ایپ من که یعنی نانی روز خور نداشته. عزیزان این باور شما یمو کالجی است که ایپ من همینجا مو رفته درس میخونده، یعنی که 12ام خور انزی کالج کرده سن فرانسیس. دیگه ما امروز آمدیم در سر خاک ایپ من صبر که کنالی طرف سوال کنم ما پیدا کنم که در کجا هسته، ولی امین نزدیکا هسته. ما می قدرش خبر دارم ولی دقیق خبر نیم که در کجا هسته. امروزی پس کوچه ها در نظر من باید بال برم. خلاصه بسیار جای تاریخی، یعنی کالجی که ایپ من رفته. هنوز همی سرگردان درو گشته راییم، لیکن گردی کالجی گراند ماستر ایپ من و گرد امی سرخاکایشی چقدر یک ایریه سرسبزه. اینقدر هوای تازه هم هست اینجا. دیگه برم پیدا کنم. اینجا پارک هم هست، بزرگا چه خوب درو ورزش مونه. یک چیز خیلی خوب که در چاینا آدم خوش میه اینیه، مردم از ورزش شرم نمیخوره در هر عمر و در هر جای. سلمنی در ایرپورت در جای شروع میشه در نرمیش و گرم کاری. یعنی باور کن خیلی راه ما بالا آمدم. یعنی زینه که شما سلمونین تقریبا 8 تا نمی قدر برابر زینه را بالا آمدم. آخر در اینجا رسیدم. این نفر دیگه چی قشنگ در اتوای چی کار مونه. دیگه نال ما ساین بورا را سل کنم پیدا کنم. اینا فهمیده نمیشه. اگر بسا بال برم چطورش نگری طرف برم. ولا موتر شد اینجا چند نفر را پرسان کردم، گفت که اینه میره تو باید بال بری دیگه. این حال دیگه let's go. هنگ کنگ بخی مرد یادی آب و هوای بریزبین و جاکارتا آورد. یک قطره هوا نیست دیگه. بس خوب گرمی هم تفت، لیکن هم گرمیشی برخم گرمی اینی که آدم را بیتاب کنه، یعنی خوش آدم میه آب و هوایش. ولی این سلکن درخت ها اصلا شور نمیخوره، یک قطره هم باد نیه دیگه. بسیار هیومید. علیگاه خوب بخی هایکینگ شد خداییشی. خوب سعی هایکینگ شد. ما شما را شرط مرد کنی شو بدم سلکن چی خستر تر شده کلی هم اینا دیگه. ما در امیده که بریم خاکی استاد ایپ من رسل کنیم. در کجا رسیدیم لیکن تا که نرفتیم تا پیدا نکردیم نمیلم. هنه بیلدینگ ها بخی قایم شده تا رفته. خلاصه ما در سر کو آمدیم. امکان بسیار زیاد داره که پیش از ما راه غلط شده باشه دیگه. گفتم امکان بسیار زیاد داره که راه از پیش از ما غلط شده باشه، از خاطری که این قدر دور نموگه گوگل دیگه. ما اینجا در کجا هستم؟ موقعیت سلکید این کالا مالای مثلا تر دیگه. خلاصه اینجا که کالا تر شد دیگه. خوب ورزش شد، خوب هایکینگ شد. بعدی یکی ما دو جای دیگه بسیار مهم رایی هستم دیگه، ولی مشکل نیه دیگه. enjoying the journey.
بسیار زحمت داشت، بسیار خواری داشت. از اون جاها آمدیم که خلاصه از خاطر که بسیار سرسبز اینجی زیادی زمین ها کشته هم سلیپری شده، لخشک مخرادم. دیگه آخر رسیدیم سری خاگی استاد بزرگ ایپ من. یا مو آدم است که کلی دنیا را کنگفویشی غوغا کده. دیگه بکنم بیله که اینجاشتم. اوکی، باریش هم شروع شد. خب عزیزان، ایم سر خاک استاد بزرگ گرند ماستر ایپ من دیگه که خدمت چی در کل دنیا شاگردایش عالی بهترین کنگفوکارهای دنیا و بسیار شاگردایش بسیار شاگردای خوب داشته و شاگردای شاگرد چاله بسیار خوب شاگردا داره. خلاصه دیگه ایم مرد بزرگ است و دیگه عالی باید که بریم طرف منزل بعدی. عزیزان تا وقتی که در سر خاک میرسیم شما رو قصه از این بگم که چرا اینقدر مردم کل جهان سیاه، سفید، زرد، چیمتنگ، افریقایی همگی چرا اینقدر استاد ایپ من را اینقدر دوست داره. زمانی که چاینا روزای بدشی آمد، جنگ ژاپن و چاینا که شد 8 سال این جنگ ادامه داشت و چاینا را بسیار به رقم شکست داد دوران ژاپن. باز دولت هم دوران چنج شد دیگه. در نظر من که د مینگ دایناستی آمد دیگه، در نظر من کمونیست پارتی آمد یا مینگ دایناستی آمد هم تراخ شد. خلاصه دولت چنج شد، مثل که چند سال پیش افغانستان به دست طالبان رفت اونم رقم. خلاصه چیکار شد؟ خیلی از چینیا کسته تیت شد و از مینلند یا از خود چاینا برمی شد. مردم ها کجا مرفت؟ یا که مرفت مکاو، یا که مرفت هنگ کنگ، یا که مرفت تایوان. این 3 جای دیگه. این رقم شد که استاد ایپ من آمد در هنگ کنگ. امی زنگ را شما میبینید، اینمی از کالج استاد ایپ من است که پیشتر نشون دادم ویدیوش را که گفتم در اینجا کالج رفته، این پالویشه. خب آمد در هنگ کنگ. در هنگ کنگ که آمد خلاصه دیگه یک زمانه پلیس بود، یک زمانه در معبد جارو میکرد معبد را، یک زمانه در دکان چیز کار میکرد، در دکان پنبه کار میکرد دیگه. مچرم زیاده اینجی. باز چی کار میشه که خلاصه گردبرای عمرش گردبرای 60 ساله که هستن. یکی از دوستای خوبش میگه والا تو که هستن امی درو حیف موشی زندگی خوره، حیف مونی امی هنر خوره، حیف مونی تو باید کنگفو یاد بدی مردم را. خلاصه این آدمی بسیار ریزرو بوده، آدم بسیار خاموش و آرام بوده دیگه. او شوق موقعی دیگه کنگفو یاد دادن اینا رو نداشته. خلاصه یک دوستی خیلی نزدیکی از که زیاد تاکید مونه یا آخر میگه صحیحه. این شروع مونه از یک جای، از یک آفیس ریزه، دفتر ریزه کنگفو یاد دادن را که اون جیم امروز ما مورم بس تا آخر ویدیو را سل کنید شما میبینید. خلاصه همزونجی شروع مونه او آل در نام اشتا وینگ چن اتلتیک اسوسییشن دیگه. از اونجی استاد ایپ من شروع مونه زیر 20 دانه شاگرد داشته، 16 دانه بوده یا 19 دانه بوده که ما در ویدیوهای قبلی هم گفتم که شاگردای مشهور کی بوده دیگه. باز امزونجی که شروع منه از او دفتر ریزه خلاصه امو 19 یا 16 یا امو شاگردای استاد ایپ من اینمی امروز اونمونا در کل دنیا غوغا کرده و اونمونا ماشاءالله آرتی وینگ چن کنگفو را امیرقم در کل جهان معروف کرده و تیت کرده دیگه. اینی بود قصه استاد ایپ من. اگر نه او تر یک زندگی بسیار سرمایه داشته. پدر ایپ من بسیار پیسه دار بوده، در ریال استیت بوده دیگه. خیلی خانه زیاد داشته، پراپرتی زیاد داشته دیگه. یک وقتی که استاد ایپ من ریزه بوده 8 یا 9 ساله بوده. خلاصه استاد ایپ من که نامش چنواشن است، چنواشن که در یکی از امزو جایدادای استاد پدر استاد ایپ من که درس میداده، این چی کارمونه استاد ایپ من میگه مرم یاد بدی. 8 ساله 9 ساله بوده همین یک روز استشون میگه مرم یاد بدی. خب او چنواشن چیکار منه؟ استاد چنواشن او میگه که سعی تو یاد میدم بر اینی قدر پیسه بیار. چی قدر اونز بوده در نظر من دو زمان نمیدونم، ولی امو قدر پیسه بوده که یک خانه مو شده. اونو قدر زیاد پیسه بوده. او در مذاق گفته بچه ریزه 8 9 ساله اومده مرا میگه تو مرا کنگفو یاد بدی، ما امیر یک بازی بدم بر اینی قص پیسه بیار. امو قدر اینا پیسه دار بوده که ایپ من دمو 8 9 سالگی خو رفته از پیش بابه خو اونمو قدر پیسه آورده.
یعنی پیسه قیمت یک خانه را آورده گفته این من تو مرا کنگ فو یاد بدی. و ایران من ده گفته این چی رقم آدمه دیگه. خلاصه شوق زیر دیده دی باز او زمانه این رقم بوده که مثل می زمان آوری همگی خیال میکرده خلاصه هم پیسه دارا کسته زیاد سرش اعتبار نمیشه زحمت کش نیه اینا کنگ فو کار نمیشه ولی او رقم او غلط ثابت شده. خلاصه اون رقم پیسه دار انسان بوده پدر ایپ من. باز وقتی که جنگ میشه ژاپن و چین دیگه دو او روز میرسه فامیلی ایپ من که نانی روز خور نداشته دو اون رقم روز میرسه. گفتم پلیسی کده بوده معبد جارو میکده در فکتری پنبه کار میکده دیگه اون رقم روزا رو تیر کده. یکی از وجهی که ما مردم چاینیز را یا چین را اینقدر دوست دارم اینمیه چین 3 دفعه یعنی کلا در خاک گرد شده او قدر اینا زده شده. یک دفعه در جنگ چین و ژاپن یک دفعه در تماشر زیاد است که گرمیه نه یک دفعه در جنگ جهانی یک دفعه دیگه هم یاد من نمیه. خلاصه 3 دفعه اینا خوب بد رقم همی گفته شی همی اکونومیش دیگه در خاک گرد شده. اون قدر چین خانهش خراب شده بوده. چی کار شده این 3 دفعه که اینا مردم چینی خودشی از همت خود خو از مدد خدا و همت مردا همت خودون چی کشور خورا اورقم سر پای استکده که امروز دیگه کس پیش استه شده نمیتونه. اینزی خاطر ما مردم چین را بسیار دوست دارم خیلی قدر میدم از خاطر که خود چی از دم خود خو کشور خورا جور کرده. رقمی از موری نیست که ای خدا که روسیه تو بیا جور کو که نمیدونم چین پیش زاری کو گای پیش پاکستان برو گای پیش چیز برو گای پیش آمریکا و انگلیس اینا برو. خلاصه انتظار دیگه که کی کشور می جور میشه. ما خود خورم در زیباره ملامت مونم اگر خود دوران ما نبودم پیدایش نشده بودم لیکن دیگه اینزی خاطر ما چین را خیلی خوش دارم. خب عزیزان بریم کم کم. کالج استاد من دیدیم سر خاکش هم رفتیم دیگه همین در گیش هم یک دیست بزنم که بگم این مام ده کالجی گرند ماستر دیستشتم. بخی داخل کالج رفتم قدم دو سکیوریتی گارد شکسته کردم دیگه گفتم ما کسته یک استاد کنگ فو هستم در استرالیا میخوایم یک دفعه قدم خور بلم داخل از کالج. بنده خدا خیلی خوشحالم شد گفت خیلی های کارمونه چرا نه. باز یک لازم اونجا بودم باز آدرس پرسان کردم دیگه از اینجا برم ترین بگیرم برم ده مقصد بعدی خود. این ویدیو انشالله یادگاری بمونه برای آینده. اینا رو ویدیو کنم که پیش اینجا تمپل باید بیام باز اینجا کوچه برم که دیگه دفعه قدر رای ما طولانی نشونه. اینجا سیده بیم آنه در چنل برم منی ترین. اوکی تیکیت مترو گرفتم. مترو که هسته تیکیتش $25 آن نیزشی چی اونجی دیگه انتظار هستم برم. این جوسی پیور ویتامین سی دیگه بسیار انرژی امروز لوز کردم در بله کو دیگه نال انتظار ترین هستم که باری هانگ کونگ سیتی. ترین جو تر درازه که چی بگم دیگه شاید یک 50 کابین باشه. واه اینیم دیگه بسا اینتر شد از ترین استیشن تام که پر شدم اما دقیقا رقم گوانگژاو وری شد رقم فوشان وری امتر تیز باریش. عزیزان این شیر چای هستن. ما میگم چند چیزا بین کلچر از ما و اینا خیلی داره دیگه شباهت داره. شیرچایش دقیقاً شیرچای از موریه. خبر نیم رنگش چرا فرق کنه البته مزهش دقیقاً شیرچای از موریه. دولت دیشت از ما بوده که سرک ابریشم را از بامیان سیده پخته میکردیم ما بردیم طرف چین. یک خوب کنکشن ایمپورت اکسپورت میکردیم که کشور. عزیزان پلنینگ های ما چینج شد. خلاصه همی خوبی شد کاری ما پر شد. پلنینگی بود که از سر خاگاه یعنی که از سر خاگ استاد ایپ من باد برم طرف هنگ کونگ سیتی باز از اونجا برم
دی وینگ چن اتلتیک اسوسییشن. لیکن از سیتی از هنگ کنگ که پیشتر اما اسوسییشن هدکوارترش زودتر میده، 5-6 استاپ نزدیکتر است. پس گفتم اول اینجا باید استاپ کنم و اینجا مهم است که برم. از سیتی رفتنم که خیلی مهمه. تا آخر ویدیو رسل کن خبر ندارم که مالی هم شاید که هنگ کنگ سیتی هم برم یا شاید که رفتن نشده. Thanks brother. دیگه لیکن ما تقریبا یک 5-6 استاپ از هنگ کنگ سیتی پیشتر تا شدیم. هم تقریبا سیتی گفتم میشه ولی وسط سیتی نیم دیگه ما. لیکن وینچن اتلتیک اسوسییشن هدکوارتر رفتن چی دیگه به انتها واجبه. عزیزانی بیلدینگ ساوز رو میگرید پس پشت ما که نشان درخت پیشی و نسل که نامش رو نسل که نام وینگ چن اتلتیک اسوسییشن. شما نمیدونید که این جای برای کنفوکارا چی معنی میده. یعنی این دفتر، این هدکوارتر، این آفیس کنفو امز اینجا رشد کرده، خصوصا در قرن 19 و چی استادایی در بین از کلاب در بین از آفیس جای قدمش هسته، تمرین داده، هنوزم تمرین میده دیگه. امشاو یک وقت جور کردیم خدا کنه که شونه که امشاو که هسته بچه ریزه گراند ماستر ایپمن تمرین داره. اینا هسته هر شو شیفت داره، هر کدامش مثلا یک شو یک استاد، یک شو یک استاد، بسیار استادای مشهور دیگه تمامش در اینجا درس میده کنفو. باز امشاو نوبتی بچه ریزه استاد ایپمن است که نامش است گراند ماستر ایپ چینگ. سوری بسیار ببخشید. آره او بچهش کسته فوت کرده. ای بچهشه. سوری ما اینجا کم گردبرد کردم. ای بچهشه دیگه. از خاطر که استاد ایپمن دو دانه بچه داره و کلان شکسته زنده که 102 ساله عمر داره. بچه ریزهش که یک چند ساله پیش فوت کرده. ای کسته نوسه استاد ایپمن امشب تمرین داره. امیدوارم که برم رو ببینیم انشالله.咁我哋打嗰三盤題咧，係俾我哋1、2、3、2、3。如果得嘅話，佢哋8下就2、2、3 sorry 3、2、3。چقدر اینجا بسای دو منزله زیاد داره. او تر هر دو ایمنه سیمنه بس شکسته 2 منزله است و مرا کم یادای جاکارتا میره درو دیگه. از خاطر که آب و هوایش هم مرخمه و ماحول چم مرخمه، لیکن خیلی خوشم آمد از هنگ کنگ. در کل ما یک رقم هستم خبر نیم. چاینا خوشم میاد. هر جایی که مرا ببره در چاینا در هر سرش ما خوشم میاد که بعدیش را میگن کس بگم ما قبول نمیرم. خلاصه چاینا رو خیلی خوش دارم. خب عزیزان رسیدیم در هنگ کنگ سیتی دیگه. بریم امتر گفتهشی شارع چکر بزنیم بگشتیم دیگه. معلوم نیست که کجا راییم. خلاصه میرخم هر جای برابر شد دیگه. خوش آمد. فعلا ما دارم میخوایم که ریور پیدا کنیم.
گشته گشته عزیزان خلاصه ما دنزی مول رسیدیم. نامشرم قبلا البته شنیده بودم IFC مول. سلگنیم که چی است اینجا داخل چی بریم دیگه. هنوز هم نشانهای کنگفو هر طرف میگریم. یپ. خب عزیزان باید یک لحظه رست کنم اینجا. پیش ریوا رسیدم در سیتی هنگ کنگ دیگه. شهرش هم معلوم میشه که کلانه. با خبر نیم کدام طرف برم بهتر جای هسته دیگه. فعلا خیلی خسته شدم. اینجا یک لحظه گفتم بیشنم دیگه. عزیزانی که هنگ کنگ خوش دارید که برای چکر بید فامیلی یا تنهایی فرق نمونه. سیستم مترویش یا سیستم ترین چی بسیار خوب است. در ترین مسافرت کنین. اینجا که است تاکسیش در نظر من بسیار گران میگیره دیگه. ما امال خود ما هم درو گشته ریم که یگان ATM ماشین پیدا شونه که برم کم پیسه برکنم از کارت خود دیگه. باز ترین چی ارزان است. مثلا ما پیشتر یک ترین شیشتم دیگه در $25 هنگ کنگ دلار دیگه. بس ما اینجا شیشتم تقریبا در $7.5 دیگه. لیکن در تاکسی ما مثلا یک جای رفتم از تقریبا 15 دقیقه شد دیگه. 15 دقیقه شیشتم $142 شد. یعنی فرقش بسیار زیاده، زمین آسمانه. اگر برای بیزنس مید گفته نمیتونم، اگر برای چکر مید، برای قد فامیلی خو تنهای خو دیگه ترین بهترین رایشیه دیگه. سیستم ترین جم بسیار خوبه. در هر جایی که میخواهید بسیار دست نزدیک تامونه دیگه. همه چیز را گفتم از طریق از ویلوگ شما رو بگم که برای شما کمک شونه. خب عزیزان دوتر جای آمدیم که کل هنگ کنگ تقریبا از اینجا دیده میشه. سلکن چقدر قشنگ این پرنده ها را سلکن. اوه به به این ویو را سلکن. نایس. خیلی خوب. سلکن واو. به یک ویوی قشنگی دیگه. توکن چقدر خوب شی. ما کم شباهت بین شهر هنگ کنگ و ملبورن میبینم از خاطری که مثلا اینا اگر سیدنی را سیل کنیم، سیدنی که است چی رقمه امی پیش اپرا هاوس که تو باشی خیلی قشنگ همه جای معلوم میشه و بسیار خوب شه معلوم میشه. واقعا چه آدم ایش قبول کنه سیدنی زوره ولی ملبورن رقم هنگ کنگ وریه. رقم مثلا تو نمیتونی که در یک جای استشنی و کل شهر را مثلا ببینی دیگه. ایتر دراز افتیده، پشتی هم دیگه افتیده. اوتر یک پوینتی ما نداریم در ملبورن که تو بری و کل ملبورن را مثلا سیتیش رو ببینی. ولی سیدنی تو خیلی قشنگ مثلا بله فری اگر بشینی قشنگ بریج دیده میشه، اپرا هاوس دیده میشه، خیلی همه چیز دیده میشه. همون خاطر ما سیدنی برای چکر، برای زندگی نه، برای چکر فیوریت سیتی است دیگه. بهترین شهری که ما برای چکر خوش دارم سیدنیه دیگه. ولی برای زندگی حقیقت نه، کم گرانیه خیلی زیاد، کم هم نه زیاد البته دیگه. ولی هنگ کنگ و ملبورن مرا یک رقم معلوم میشه درو.